پرتاب کنه. حالا این کار رو انجام میده. ضربه سر هادی تمنی شدیدی هم در ورزشگاه سامن وزیدن گرفته. قطرات باران هم باریدن گرفته در ورزشگاه. توان آغاز یه بار دیگه موقعیت. ببینیم این فرصت چه خواهند کرد. ارسال توپ روی دروازه. فرصت برای بازیکنان تیم ملعب. دیگری هم برگزار میشه در این خوب کار نکرده. یه بار دیگه پاس. فرصت برای بازیکنان تیم پیام. محمد سهیمی و توپی که باز هم مدافعان ملوان برمیگردونن. محمد صنعتی این بار اعلام خطا به سود بازیکنان صنعتی. خودش در از حرکتی را داره. بازی بهتر داره دنبال میشه. محمد صنعتی. سجاد امیدی. صنعتی ارسال توپ. آفساید گیری مدافعان تیم مهربان بندر انزلی و مثل کرمان آقای محمد حسین اسدی به اتفاق آقای نجات ارسال بلند بیگدلی و توپ که از سر دستی عبور میکنه برمیگردن سپرا صنعتی. تیم مثل کرمان اومده و در جناح چپ خط دفاعی مثل بازی‌های خوب و قابل حرکت میکنه. اجازه نمیده تو در موقعیت مناسب به توپ باشه. بازی سعیمی باز هم جلال امیدیان رو پیش رو داره و عقب ارسال استقلال اهواز در انتهای جدول سختی رو با این دو تیم پاسای کوتاه بازیکن پیام. حالا صنعتی سهیمی صنعتی دنبال بازیکن هست. حالا نجف زاده رو پیدا میکنه. خطا روی نجف زاده خودش میاد داخل محوطه جریمه. قصه اومده در خط میانی داره بازی میکنه. تنها محسن ارزانی در خط دفاع بیشتر میبینیم اما باید به فکر ضد حملات مثل هم باشن. یه موقعیت خوب از نظر آقای محمد حسین اسدی. این حرکت خریب داور بودیه. داخل محوطه جریمه. فرصت برای مصر
فوتبال کشورمونه که همراه سپیدرود رشت به مسابقات دستی دوم صعود کرده. داده نتنز رو باشو سایید و تک صعود کرد